الرحیم. دوستان و عزیزان گرامی و محترم و ارجمند، ما و شما در آمد و شرف ماه قربان قرار داریم. بخیر که عید قربان میایه و قربانی میکنیم. چند مسئله مهمه قربانی باید این مسئله مهم قربانی فهمیده شود، با گرامر اسلامی، چارچوکات اسلامی قربانی شود تا اینکه قربانی های ما شما قبول شود ان شاء الله، که همو هدر و بیهوده و مصرف به جای نره. اول ایره بدانیم که عزیزا سوال کردن که قربانی چند نوع مال است: بوز، گوسفند، گاو، گومه، شتر. بوز و گوسفند 1 سال عمرش باشه، شتر گاو و گومش 2 ساله باشه، 2 ساله پر کده باشه، شتر 5 ساله باشه، قربانی تان میشه. بوز و گوسفند از 1 نفر تصاحبش دیگر را شریک و مشکل نداره. گاو از 1 نفر الی 7 نفر، گومیش هم از 1 نفر الی 7 نفر، شتر هم از 1 نفر الی 7 نفر. 1 نفر قربانی، 7 نفر قربانی، بالا از 7 نباشه. این دو مسئله. این یک مسئله. مسئله دوم، چقدر پول کسی داشته باشه قربانی بکنه. 43,000، 45,000 الی 49,000 یا 46,000. از 43,000 بالا پولی زیادی در خانه کسی داشته باشه باید قربانی بکنه. 43,000 بالاتر داشته باشه قربانی بکنه. این نصابش. دوم مسئله، تاریخ قربانی از 10 ذوالحجه شروع میشه، از روز اول عید قربان بعد از خواندن نماز عید. از 10 شروع میشه، روز اول عید قربان، روز 11، روز 12، تا 3 روزه میتونه قربانی بکشین. افضل و اولا و بهتر همان است که در روز اول عید قربان بعد از خواندن نماز عید ذبح قربانی شود. این دو مسئله. سوم مسئله، آیا در روز سوم که شبش میایه یا در روز اول شب قربانی کردن جایز است یا نه؟ در شب قربانی ذبح کردن جایز، محل کراهیت، مکروه است. باید در 3 روز عید قربانی شود. در روز اول بهتر مصروف بودی، مشکلات بود، روز دوم قربانی کو، روز سوم. لیکن در 3 روزی که جواز ذبح قربانی هست، در شب هم قربانی ذبح کنی میشه، لیکن کراهیت داره. چرا؟ میشه که در حین ذبح کدام رگو در اعتبار ذبح پیشتان قطع نشده نمانه. دیگه مسئله، در قربانی نیت قلبی هم رول داره، ولیکن تلفظ بسم الله الله اکبر هم شود. بسم الله الله اکبر خوانده شود و قربانی ذبح شود. دیگه مسئله، قربانی از طرف کی؟ قربانی کردن صرف از طرف خود انسان واجب است، از طرف اولاد واجب نیست. یک پدر بخزه در اولادش قربانی بکنه، واجب نیست. لیکن اگر جوان مردی میکنه مشکل نداره. اما اگر اولاد نابالغ است، اگر طفل است، بازم اگر پدر پولدار است، بازم از طرفش واجب نیست. چرا؟ شرط قربانی عاقل بالغ بودن است. طفل صغیر هر چی پول داشته باشه سرش قربانی واجب نیست. مسئله دیگری، مال 5 گانه‌ای که در قربانی میشه، نر و ماده‌اش فرقی نداره. گوی نر، گوی ماده، بوز نر، بوز ماده، گوسفند نر، گوسفند ماده، شتر نر، شتر ماده، نر و ماده‌اش در قربانی کردن جواز دارد، هیچ مشکل نداره. مسئله دیگری که آمدیم حیوانات دارای سلامتی اندام هم باشه. این نوع مال، مثلا حیوانی که کور باشد یا کر باشه، آیا قربانی میشه نمیشه؟ کور و کر، 3 حصه شنوایی گوسفند گوشش باقی باشه، یا 3 حصه بینایی چشمش سالم باشه، با قربانش میشه. ولی تو چی میفهمی که امی گوسفند کر است، 3 حصه بینایش باقی است؟ میفهمیم. گوسفند جستاد کو، اونجا صدا کو، سرش پشت یک رقم صدا داره. مثلا صدای تو را از 3 متر فاصله صدا کو، نشونید 1 متر پیش بیا، 2 متر پیش بیا. این 3 میشه چی مانه؟ از 2 متر به این طرف اگر صدای تو را شنید قربانیش میشه. از 2 متری طرف. چرا؟ 3 حصه نه، 3 متر.
از 1 متر صدا کردی این طرف نشوند، از 2 متر دیگه که در گوسفند نزدیک من صدا کردی شوند، 3 میسه باقی است. یک گسش رفت و 2 سه باقی است. یک از 3 متر صدا کو گوسفند و مو صدای چوپانی کرکس داره. اگر گوسفند یک چیزی واکنی سر خودش شور داد یا این طرف رفت او صحیح است. از 3 متر 1 متر پیش آمده صدا کرد شونید، گوسفند قربانیش میشه. چرا؟ از 3 سه 2 سیش باقی است. اگر آمده تا 1 متر هم نشونید باز قربانی نمیشه. کاری هم میرقم است، کوریش هم نمیرقم است. یک مسئله. دویم حیوانی که مادرزاد گوشت نداره قربانی کردن آن صحیح نیست. حیوانی که مادرزاد گوشت نداره قربانی کردنش صحیح نیست. اما اگر گوشت داشته باشد اما خیلی خرد باشد، بازو را کرو میگن، قربانی کردن از او جایز است. ولیکن در اصطلاح گوسفنددارا اطلاق گوشت کرده شود، قربانی کردنش باز جایز است. دیگه مثلا حیوان قربانی پنجگانه، گاو، گومه، شتر، بز، گوسفند خلقتا شاخ نداره، مال بیشاخ کاملا جایز است قربانی کردن، هیچ مشکل نداره. متوجه هستین؟ قربانی کردن جایز است. لیکن یک نوع مال شاخدار به توسط ضربه یک حیوان دیگه یا چوپان شاخش میده شده، اگر امی بیخ شاخ در سر و مغز و مخ سر حیوان اگر ضربه وارد کرده باشه، رؤوس العظام میگه داخل شاخ گوی یک چیزی که دیگری هست نرم، اگر در او ضرر وارد کرده باشه قربانی نمیشه، اگر در او ضرر نرسیده باشد قربانی شاخ میده میشه. دیگه مثلا قربانی مالی خسی میشه نمیشه؟ بله، خسی دو نوع است. یک نوع است که رگ امو خصیه را قطع میکنه، یک نوع خسی است که امو تخمکا و بیزه حیوان بیرون کشیده میندازه. خلاصه مال خسی به هر نوع خسی شده باشه قربانی کردن جایز است، حتی سنت طریقه است. مال خسی رسول اسلام قربانی کرده، گوشتش هم شیرین است و گوشتش زود پخته میشه، قربانی کردن جایز است. این چند نوع مسئله قربانی بود. دیگه ایره گوش کنین عزیزان و ایره در قربانی هایتان ان شاء الله تطبیق بتین.